یک ایده از مهاجران بازداشت شده تاجیک که منتظر دیپورتاسیون و یا خود اخراج از روسیه میباشند میگویند جنایتی صادر نکرده 2 ماه این جانب از آزادی محرومند. این مهاجران که در یکی از بازداشتگاه‌های موقتی شهر وارانش نگهداری میشوند با فرستادن نواری از وضع خود شکایت کردند. آنها میگویند شماره شهروندان تاجیکستان در این بازداشتگاه 10 نفر است. از این بین تنها 1 نفر حاضر شد در مقابل دوربین حرف بزند. گابزه چند قش نمیجایی؟ یکی ماشته است همزاده. چند گول فرزند داری؟ 3 تا فرزند دارم. این مهاجران بازداشت شده در یک اتاق و با شرایط نه چندان خوب نگهداری می شوند. به قول این مهاجران چنین حالت خطر گرفتار شدن آنها به بیماری های سرایتی از جمله کرونا ویروس را بیشتر می کند. این مهاجران گفتند آماده هستند با پول خود بلیط خریده به وطن انتقال داده شوند. آنها میخواهند نمایندگی تاجیکستان در روسیه به مشکلاتشان رسیدگی کند. سر 31 مارس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مسکو نظام خاص کاری جاری شده است. کارگران از 31 مارس در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های پایتخت روسیه نوبتداری را شروع کردند. دوام 14 روز در خدمت خواهند بود. بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها دیگر متهم و افراد بازداشت شده را قبول نمی‌کنند. طبق تقاضاهای سانیتری ملاقات با ادوکات‌ها و دیگر افراد مربوط محدود می‌شود. خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه در سامانه خود خاطر نشان کرده است که با دستور مقامات بهداشتی سر از 16 مارس در روسیه ملاقات محبوسان با نزدیکانشان متوقف شدند. در همین حال سازمان حقوق بشر امنستی اینترنشنال از مقامات روسیه دعوت کرده است که در مقابل تهدید بیماری کووید 19 برای حمایت 9 میلیون زندانیان روسیه چاره‌های ضروری اندیشیده شود. این سازمان به حکومت روسیه خاطر نشان نموده است که در میان بیش از 519,000 محبوس این کشور کمش 9,000 نفر بیش از 60 ساله بوده شمار زیادی در وضع ناگوار بهداشتی قرار دارند. کشورهای زیادی عالم در روبروی پاندمی کووید 19 هزارها محبوس را به خانه فرستادند زیرا در زندانهای پر ازدحام خطر سرایت کووید 19 به مراتب بیشتر است.